نامزدهای بهترین جلوه‌های ویژه میدانی. آرش آقابیک برای فیلم عصر یخبندان. جفتشونو مثل سگ میزنم، بعدش هم میرم بچه‌م برمیدارم میرم. این دیگه چیه؟ سگ کمترم اگه جفتشونو امشب نکشتم. هیچ معلومه تو چت شده امشب. الان میدونی قضیه چیه که اینجوری شمشیر کشیدی؟ چه فرقی میکنه؟ یکی نیست به من بگه زن من ساعت 12 شب تو ماشین غریبه چه گویی داره میخوره؟ کجا داره میره؟ حمید رسولیان برای فیلم نهنگ انبر. سلام برادر. آقا کی باشن؟ آقای ارجنگ. کارت شناسایی قبل ازدواج. دارین اقامت آمریکا میگیری؟ آمریکای جنایتکار. محسن روزبهانی برای فیلم زیباتر از زندگی. من اون لحظاتی رو دوست دارم که به خاطرشون چای میخورم. بابا این حساب تو عاشق زندگی هستی؟ تو چی حسین؟ من دیوونه‌شم. 17مین جشن بزرگ سینمای ایران.